السلام علیکم. صحت خوب بخیر. آرام هستی جان؟ منظور است. نه چی میکنی؟ چی میفروشی جان؟ ساجا. خب. اسمت چیه جانم؟ اسمم شبیره. شبیر؟ شبیر. اسمت تو چی خانم؟ شکرالله. شکرالله جان. چطور از کار و بارت؟ خوبه شکر. خوب است؟ روزانه چقدر عاید داری؟ نه کنید ساعت. خب. تو چقدر؟ ماما میبرم. همه قدر؟ مکتب میخوانی؟ میخوام. صنف چند هستی؟ صنف هشتم. تو مکتب میخوانی؟ تو صنف چند هستی خانم؟ صنف هشتم. کورس زمستانی نمیخوانی؟ نه. هر دو تا نمیخوانی؟ چرا نمیخوانی؟ میخوانیم باشه. اگر باشه. دلیلی که نمیخوانی چی است؟ پیسه نیست. اگر من شما رو در کورس شامل بکنم درس میخوانی؟ بله آقا. چی میخوانی؟ کدام مضمون میخوانی؟ هر مضمون که باشه ریاضی انگلیسی. حالا شما رو شامل سنف بکنم ان شاء الله درس شروع میکنی؟ بله آقا. مطمئن؟ قول است؟ بریم بخیر. قلم و قرطاسه و چیزا براتون بتون بایک. خب یک ما براتون خیر بتون. این شکرالله جان قرطاسه. این شبیر جان قرطاسه برای خودت. و این بایک برای این بایک هم برای خودت. صحیح است؟ خب بیگ بریم الله خیر. سلام علیکم. مانده نباشی. صحت خوب بخیر. اسمت چی است؟ نورالله. نورالله جان درس میخوانی؟ در کجا درس میخوانی؟ در کوچه قلعه کنترل. کورس میخوانی؟ خب صنف چند مکتب هستی؟ صنف هفت مکتب؟ اونجا چند ماه شده درس میخوانی؟ چی گفتین؟ چقدر وقت شده درس میخوانی؟ نیم ماه میشه. 15 روز؟ خب درس هایت شروع کردی؟ قلم، کتابچه، بایک چیزا داری؟ بود داره میگیرم دیگه. خب بدون برات. بیا خیلی برات یک قلم و بایک و چیزا من بدم. این قلم و کتابچه و اینی هم بایک هم برات. صحیح است؟ اینی بایک برات درست است؟ برو درس دادم کورسی که شروع کردی دمو درس تا بخوان. درست است؟ خب اینی میره برو باز قلم کتابچه برام دخترکت بخیر. صحیح است؟ سلامت باشی. شبیر جان شکرالله جان. حالا ما شما دیگه طرف کورس روان هستیم. من ثبت نامتان میکنم دیگه. در تایمی که کورس براتان میگه شما بخیر باز بید درسایتان بخوانید. حال کدام شعر ترانه یاد دارید؟ از رفاقت یاد دارم. شعر یاد داری؟ میخوانی؟ مدل خرید و فروش به بازار رفاقت است. هرچی داریم میفروشیم رفاقت میخریم. آفرین آفرین. شبیر جان تو بخوان شعر تا. روزگار تلخی آمد یار ما بیگانه شد. در صددی عشق گفتم پیشوای افسانه شد. آفرین. ماشاءالله ماشاءالله. آفرین آفرین. شکرالله جان و شبیر جان ثبت نام کردیم دیگه. فیس زمستانشون تا ماه بار پرداخت کردیم.
اینا بخیر درسای خود میخوانن بدون از اینکه کدام پرداختی داشته باشید شما درستان میخوانید. درست است؟ بله. چیز شما پرداخت شده، قلم، کتابچه و بیک و همه چیزتان داده شد. درست است؟ بیننده عزیز، اسمی که شما میبینید نوجوانای وطن درس میخوانن، تعلیم میکنن. متاسفانه که روزگار و مشکلات اقتصادی اجازه نمیدهشان که در پهلوی درسای مکتب کورسای تقویتی بخوانن. ما یک تعداد از نوجوانا را شامل صنف‌های آموزشی کردیم که تا ماه بار فیس و تمام ضروریاتشان پرداخت شده. اگر شما میخواهید که دست یاریگر باشید برای اطفال کمک بکنید و بقیه اطفال سرزمین تحت آموزش و پرورش قرار بدین و با بنیاد خیری معلم همکار باشید، تمام لینک ها را در پست فیسبوک میگذاریم. شما میتونید با ما در تماس باشید.